میخواست از زیر فشار غضب بیاد بیرون. گفت بیاد ما چنین کاری با تو بکنیم. میتونم بپرسم اون سوء تفاهم چیه؟ من واقعا نمیتونم درک کنم که اینقدر پرروه که همچین درخواستی کرده و آره میگم یه بار من مسافرت بودم فیلممون رو داده بودم بهش که چه میدونم بازی استقلال پرسپولیسه من با بچه ها بریم اونجا بازی کنیم از این چه خود ولی آمارش رو که مطمئنم به من دادن که آره فوتبال نگاه کردم ولی بعد از این کسافت از خودش رو برده بود اونجا یعنی به دختر رو برای شب پول داده من واقعا فهمیدم فهمیدم اصلا سوء تفاهمی ما میخواید حسش کنیم ضد حمله بزنیمش با اینکه میدونم الان مثل سگ خیانت میکنه ولی فقط به خاطر اینکه مطمئن شم آره با ما هم باشید داستان جذاب شده مرسی باشه خانم کریمی سلام خوب هستین بفرمایید خواهش میکنم سلامت باشید مرسی ممنون سلامت باشید فقط شرمنده من شما رو با چه من فرید هستم آقا فرید خوشبختم سلامت باشید من اون روزی که ماشین شما آقاشو بعد این راحت تری لطف دارید من اون روزی که ماشین شما تصادف کردم یه کار واجب داشتم مجبور شدم که زودتر برم فقط شماره‌مو گذاشتم نه خواهش میکنم این فرهنگ شما رو میرسونه خدایی که این دور زمونه یعنی اصلا من تعجب کردم شما رو دیدم رو ماشینم منم گذاشتم گفتم یه قرار با هم بذاریم شما رفتی بپرسی ببینی خسارت چقدر شده نه راستیتش وقت نکردم دیگه سریع بهتون زنگ زدم کانکت شدیم و اومدیم اینجا اصلا فرصت نشد حالا یه مبلغ خودتون مد نظرتون نیست من بگم من کارت حالا فرصت زیاده میریم سراغ مبلغ یه 200 تومن 300 تومن چقدر 600 من مثلا فرق نداره نه برای منم زیاد حالا اون بحث مالیش مهم نیست الان مهم این بود که یعنی حکمت جوری رقم خورد که من میام شما رو زیارت کنم اصلا الان دست و دلبازیه داره گل میکنه آره با این حجم از دست و دلبازی دوست دخترتون هم میدونن الان شما اینجا من دوست دختر ندارم که خانم دوست دختر کجا بود کی به من پا میده ای بابا به همچه آدم دست و دلبازی چرا پا نمیدن دیگه بالاخره حکمت آره. به قول شما ما هم دیگر ببینیم زیارتتون کنیم حالا ان شاء الله بازم با هم بیشتر قرار میذاریم این جبران میشه این خسارت اینجوری حداقل جبران بشه بله اگه اوکی باشی من امروز ذره کار دارم یه روز دیگه قرار بذاریم با هم دیگه بریم بیرون حالا حرف بزنیم آره چرا که نه که خدامه از این اومدیم و شاید حکمت جوری رقم خورد که شما کارتون چجوریه؟ کار من که کار سینماست اصلا یعنی ساعت مشخصی نداره خودم هم سابکار خودمم اصلا فیس شما هم خیلی میخوره به بازیگری ها منم یعنی میتونید بازیگر آره دلتون بخواد یه سلبریتی خوب ازتون در میاد خب پس میتونیم بریم بیرون یه روز با هم دیگه راجع به اینا حرف بزنیم راجع به خودمون بیشتر آشنا شیم با هم دیگه واقعا مشکل نیست من که خودمون شماره هم دیگه هم که داریم و شماره خودتون دیگه درسته آره. خب به من سلامتی اوکی بودم تایمشو با هماهنگ میکنم که بریم خب به سلامت من که خودم بعد ان باشه حتما چیزی اگه میل داری نه مرسی شما چیزی میل دارین بگم بیاره بیشتر صحبت کنیم کنیم تایم ندارم باید برم میخواید بری آره. گفتم اگه میشه خورده حالا بیشتر صحبت کنیم کالمه داشته باشیم شاید میگم من چون نمیدونستم قراره با همچین آقای حالا صحبت داشته باشم چرا آقای جزا یا حالا گفتم که بیام فقط راجع به خسارت با هم صحبت کنیم بعدش من برم دیگه یعنی یه قرار دیگه آره یه قرار دیگه باشه که من بیام بیرون حالا بیشتر راجع به خودمون حرف بزنیم الان امروز یه ذره تایمم بکنیم مطمئنید یعنی اصلا دلتون نمیخواد حالا یه چند دقیقه بیشتر هر چی سفارش بدید اصلا کافه برای خودتونه مطمئن شما خیلی دست داره بازی خواهش میکنم ان شاء الله توی قرار دیگه هم دیگر میبینیم ان شاء الله زیارتتون میکنیم دوباره سلام واه دهنت سرویس دیاکو به قرآن حد زده بودم تو یا یه کاسه زیر نیم کاسه است دلم تنگ شده بود برام واه دیاکو دهنت سرویس نخم بابا دهنت سرویس جون مادرت به غزل نگو به غزل میگم میدم آره تو رو امام حسین نگو چقدر جون همه کسه 10 تومن خوبه 10 تومن جون زنده مرداد دیاکو فکر کنم دیگه هر چقدر بخوای به قرآن میدم زنده نه 10 تومن کم نمیرسه غزل بیار نخم بابا یه دقیقه وایسا تو واسه اون تست خوبه اینجا تست خوب نیست من به تو گفتم بری اونو تست کنی اومدی خودمو داری دور میزنی دیگه حوالی باشه غزل ارزش عصبانیت
بالا زشت کافه یه لحظه گوش کن این چی میگم بیا اینجا گوش کن سوء تفاهم اصلا چیز نکنی برو ازش بپرس زنده تو غلط کردی نمی منو تست کنم دست کسی به تو من نمیزنی گوش کن